به نظرت بهترین برند سرخکن چیه؟ میشه رتبه بندیش کنی؟ بریم. نوتریکوک؟ به نظرم رتبه 2 به خاطر اینکه کیفیت محصولاتش خوبه، آپشن های خیلی خوبی هم داره، مثل پیشگرمایش و خودکار، هشدار زیر و رو کردن، تنوع خوبی هم داره، تک سبد، دوقلو، آون سرخکن، گریل سرخکن. رتبه 2 رو میتونه داشته باشه. فیلیپس؟ به نظرم سومه. محصولات جدیدش رو بروز رسانی کرده، محصولات قدیمیش دیگه توجیه مالی نداره، تنوع خوبی هم نداره، یعنی آون سرخکن و گریل سرخکن رو فیلیپس نداره. کنوود؟ به نظرم پنجمه. تنوع خوبی داره، تنوع شاید در حد تفال هم باشه یا شاید هم بهتر، ولی ظاهرش رو هنوز بروز رسانی نکرده، یه جورایی شبیه سرخکن‌های نسل 1. تفال؟ به نظرم چهارمه. کیفیت خوبی داره ولی ظاهرش یه مقداری کلاسیک و هنوز بروز رسانی نشده، تنوع خوبی هم نداره. گیری سرخکنی که الان ترند بازاره، تفال هیچ محصولی ازش نداره. نینجا؟ به نظرم رتبه 1، چون هم کیفیت خیلی بالایی داره، هم تنوع خیلی خوبی داره، مخصوصا تو گریل سرخکناش که تقریبا هیچ برندی به اندازه نینجا تنوع نداره.